خب من میخوام که همه این نوشته هایی که داره اینجا، نوشته های آزمایشی رو پاک بکنم. همه اینها رو انتخاب میکنم غیر از حالا سلام دنیایی که اونو هم پاک بکنم، اشکال نداره. پاک بکنم دیگه خیلی خالی میشه، میذارم باش، یا شایدم این یکی رو بذارم باش. البته این خیلی قدیمیه، این مال خود پوسته بوده، این مال بله تاریخش اینجا درسته. خب پس من الان همه رو انتخاب کردم، یه کار دست جمعی رو به انتقال به زباله‌دان تغییر میدم و دستور رو اجرا میکنم و اگر که صفحه رو رفرش بکنیم بله همه اینها پاک شد. حالا دیگه این بایگانی رو هم من نمیدونم چرا تاریخ رو شمسی نمایش میده هنوز، شاید باید تنظیم به خصوصی رو، آره تاریخ بایگانی تاریخ خورشیدی رو میام اینجا میذارم و بعد میگم که این یکی رو پاک بکن. بایگانی رو هم تغییر بدم به اسم بایگانی، خوبه خود بایگانی بمونه. نمایش تعداد نوشته ها رو هم توی پرانتز جلوش میخوام بهم نشون بده و اگر که روش کلیک شد میخوام بره توی صفحه مربوط به خودش، نمیخوام که باز بشه مثل لیست. خب اگر که رفرش بکنم الان نیستش. چرا نیستش؟ برای استفاده از ابزارک گزینه تبدیل تاریخ در پیوندهای یکتا را در تنظیمات افزونه فعال کنید. خب پس الان قسمت تنظیمات پارسی، قسمت تبدیل تاریخ در پیوندهای یکتا، که اگر ذخیره تغییرات رو بزنم الان دیگه احتمالاً بله بایگانی رو برای من نمایش داره میشه. مثلا شهریور 99 یه دونه پست داشتم که این بود. خب خیلی هم عالی. دیگه الان دسته ها رو هم حالا بعدم باید تعریف بکنم. یه گزینه اینجا داره که کلیک بکنم صفحه رو میاره بالا، که خب من فکر میکنم که چیزی که میخواستم رو تقریبا انجام دادم. من یه مقدار حالا این متن رو فکر میکنم صحبت کردیم از کجا تغییر داده میشه. اگر نگفتم از قسمت تنظیمات عمومی معرفی کوتاه رو میتونم متن رو تغییرش بدم. حالا من یه متن‌های سعی میکنم بنویسم توی وبلاگ و بعد فکر میکنم که یه چند تا گزینه دیگه رو هم با هم بررسی بکنیم و بعد دیگه فکر میکنم آموزشم به پایان برسد. دقیقاً فصل اول یا قسمت مجموعه اول که معرفی مقدماتی وردپرس بود. حالا شاید بعد تصمیم گرفتیم که یه مقدار پیشرفته تر هم کار بکنیم، مثلا بتونیم پوسته ها رو ویرایش بکنیم و سفارش سازی بکنیم و افزونه حالا هر کار دیگه‌ای که خواستیم.